به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام و رحمتی الله و برکتش بر شما بود. The Daily Reminder. این جبرائیل الرومانی است. برادران و خواهران، در امت بیماری موجود است. مشکلی جدی است که ما از آن رنج کشیده ایستاده‌ایم. اپیدمی بزرگی که به جوانان حمله کرده ایستاده است و این اپیدمی پورنوگرافی است. برادران و خواهران، ای کسانی که ایمان آورده اید، این نه تنها غیر مسلمانان هستند، این مسلمانان هستند. این نه تنها مسلمانان نامتوطنند، این مسلمانان متوطنند. سبحان الله، من می‌آموختم و می‌شنیدم و سر می‌گذراندم، کمی تحقیق می‌کردم و تحقیقات پیدا نمودم که برادر واقعاً مصاحبه‌ها و نمونه‌ها گذرانده بود. آدمانی که در روز 5 وقت به مسجد می‌روند، آدمانی که حقیقتاً هم نماز می‌گذارند، آدمانی که دعوت می‌کنند، آنهایی که خود را شخصانی پایبند به مسجد می‌شمارند و غیره. این آدمان، بعضی آدمان پورنوگرافی تماشا می‌کنند. شوهران، زنان پورنوگرافی تماشا کرده ایستادند. کودکان، جوانان، طالبان اهل علم به این بیماری گرفتارند. سبحان الله، این چیزی است که واقعاً به امت ضربه سخت زده است. من باز کمی تحقیقات گذراندم. کشورهای پیشرفته که پورنوگرافی را تماشا میکنند یا در جستجوی کلمه علاقه جنسی هستند، بسیاری از آنها کشورهای مسلمان بودند. من ذکر نخواهم کرد این کشورها را، اما شما خود میتوانید ببینید یا کمی تحقیق کنید و آنها را پیدا خواهید کرد در گوگل. آن طبق آمار گوگل اساس یافته است. میخواهم به شما دو حادثه را نقل کنم که مرا سخت تکان دادند. این چیزی است که تاثیر رسانده ایستاده است. عائله‌ها را جدا، حیات آدمان را ویران کرده ایستاده است. آدمان کارشان را از دست می‌دهند و نه تنها این، مردم دینشان را از دست داده ایستاده‌اند. شما چیزهایی را تماشا کرده ایستاده‌اید که حرام است. بعضی تصویرها، بعضی ویدیوهایی را تماشا کرده ایستاده‌اید که سبحان الله حرام است و نه فقط که این باعثی از دستدهی دین شما می‌گردد. سبحان الله، گویا که این چیز خرد خواهد بود. اما این واقعاً پسیکولوژی شما را تغییر می‌دهد. طرز فکرانی شما را، علاقه جنسی، طرز فکرانی شما را درباره مناسبت شوهر و زن، روشی که شما جنس مقابل را می‌بینید، در اصل این گسترش یافته است. این پارادایگما را تغییر می‌دهد از نقطه نظر همجنسگرایی و لزبیانیسم. همین طور می‌خواهم به شما دو حادثه را در این بابت نقل کنم. حادثه رقم 1، حادثه واقعی، و من باوری دارم که بسیاری از دعوتگران و شیخان می‌توانند این را تصدیق کنند که آنها واقعاً خودشان از آن چیزی که من دیدم و خواندم پیام را دسترس کردند یا این شخص در آخر مصلحت پرسیده بوده است. این شخص است که پدر یک دختر جوان ازدواج کرده است، با خوش و خرسندی عائله‌دار شده است. وی در ایمیل خود به شیخ یاسر قاضی و یحیی ابراهیم و دیگر علما میگوید که من شوهرم خوشبختانه عائله‌دار شدم، من زن زیبا و کودک زیبایی دارم. و او گفت اما من به پورنوگرافی وابسته بودم، تا درجه‌ای که به من فرقی نداشت که آدمان به من چی میگفتند. آدمان، شیخان، برادرانی که من ذکر کردم به او میگفتند که از الله بترسین، کارو نکن، احتیاط باش، الله میبیند و غیره، اما او پروا نمیکرد. در اینجا فرق است. بعضی آدمانی که در این هستند آنها رنج میبرند، آنها مبارزه میبرند، با این توبه میکنند، و بعضی آدمانی که پروا ندارند. همین طریق این شخص از گروه دوم بود، پروا نداشت. وی فقط میخواست که این کار را انجام دهد، میخواست آن را تماشا کند و معلوم است که این همچنین به مستوربات علاقه‌مند است. همین طور میخواست این کار را کند. و او گفت که دخترم امروز نزدم اومد و میخواست با من بازی کند، اما من پورنوگرافی را تماشا میکردم. سبحان الله، او این را تماشا کرده ایستاده است و دخترش در اونجاست. او گفت من ادامه دادم و وی را وادار کردم که رو بازی کن. او گفت که پس از چند خیلی آرام شد و بعد قفا گشتن دختر خود را در روی فرش خوابیده دیدم و نزدش رفتم، فکر میکردم که بازی میکرد و من برداشتمش و وی نفس نمیکشید. شتابان به بیمارخانه بردمش و طبیبان وی را مرده اعلام کردند. گفتند که یک پاره خرد را یا بازیچه را یا چیزی را وی فرو برده است. و او گفت من وی را قبل از نوشتن این ایمیل دفن کردم. در صحبت با عالمان و داعیان او گفت من دختر خود را چند پیش گرانیدم و من خواستم که به شما رسانم. این شخص در اضطراب بود، این شخص در غم بود. او چند پیش دخترش را از دست داد، زیرا او به وی اهمیت نداد، او به تماشای پورنوگرافی مشغول بود. برادران و خواهران، این بیماری، این فنومن به هر یک ما دست خواهد رساند. این با عائله‌های ما دست خواهد رساند، این با امت ما دست خواهد رساند، این در دین ما مشکلی‌ها ایجاد خواهد کرد. بنگرید که چی شد با این برادر. این برادر هنگام نوشتن شایدش که چشم کرده ایستاده باشد، شاید به سر خود زده ایستاده باشد برای کارش، برای ترک کردن دخترش، برای گذاشتن فرو بردن یا علامت و فوتش. سبحان الله. البته اینها گناه هستند، اینها گناهان شخصی هستند، اما در نهایت ما را شکار خواهد کرد به این راه یا آن راه. این برای ما آزمایش خواهد بود. الحمدلله، ان شاء الله این کودک خود در جنت است، ان شاء الله به یگان مشکلی. الحمدلله.
اما این برادر باید با این فکر در ذهنش زندگی کند که دختری من فوتید زیرا من به وی دقت نکردم یا برای اون که من پورنوگرافی را تماشا می‌کردم. چگونه وی با زن خود رو برو می‌شود؟ او چه خیلی به زن خود خواهد گفت؟ با اویلش، با آدمانش وقتی که از او می‌پرسند با دختر شما چی شد؟ یعنی تصور کنید این و مقایسه کنید این شرمندگی را براست ایستادن در نزد الله سبحانه و تعالی روز قیامت. و الله سبحانه و تعالی می‌پرسد یا احمدی، محمدی، عایشه، مریم، تو چی تماشا می‌کردی؟ چشمان تو در کجا بودند؟ سبحان الله. حادثه دوم که من نخواهم به شما رسانم این رویدادی است که من این را باز از یک دوست شنیدم که دوستی این شخص بود که خودش این حادثه را نقل کرد. وی گفت من نیز پورنوگرافی را تماشا می‌کردم و یک روز در وقت شب هنگامی که همه خواب بود و هیچ کس در گرد و اطرافم نبود، دخترچه خردسال 3 ساله یا خیلی جوان نزد من در آمد و وی من را دید که تماشا کرده ایستادم و من به نهایت خجالت کشیدم. من به وی نگاه کردم و وی گفت یا بابا، ای پدر، اتق الله، از الله بترس. سبحان الله. کودکی 3 ساله به پدرش میگوید از الله بترس. او گفت من چنان خجالت کشیدم که دیگر هیچگاه نه برای اون که وی دختری من است بلکه برای اون که این کلمه ها رو استفاده بود از الله بترس. او گفت من دیگر هیچگاه به پورنوگرافی برنگشتم. برادران و خواهران، این چیزی نیست که ما در 5 دقیقه حل کرده توانیم. این چیزی نیست که من در اینجا در 5 دقیقه بگویم یا من با آدمان بسیاری معامله کردم، با بسیاری از برادران. من میخواهم به شما چیزی را رسانم پیش از آن که من شما را ترک کنم. یک چیزی که برادری به من گفت به شما بگویم، پیامی یعنی به مردم و به تماشابینان. این برادر است که در دعوت است. این برادر است که شرم دارد، نمیخواهد نامش را آشکار کند، اما او گفت لطفاً این را با آدمان مبادله کنید تا مردم بفهمند این درد و مبارزه‌ای که وی از سر گذرانده است. این شخص است که همه روزه توبه میکند زیرا او گرفتار بر این شده است. او واقعا سبحان الله اسلام را قبول کرده است، او نامسلمان است و او دعوت میکند. اگر شما این شخص را ببینید شما نمیدانستید او در مسجد است، نماز میخواند، این و اون. او شخصی است که به الله دعوت میکند، اما او میگوید من از این رنج میکشم. من برگشته تکرار به تکرار شکست میخورم، اما من پیوسته توبه میکنم و مبارزه میبرم. یعنی این برادر روانی اذیت میکشد از این. او مبارزه میبرد، او میگوید اضطراب و درد دارد، قفس سینه‌اش درد میکند و غیره. او گفت که او با این معامله کردن نمیتواند. خود را برگشته تکرار به تکرار به اون مییابد. پس از روزه در رمضان نوام با چه خیلی برمیگردد، با عمره میرود، شکست خورده برمیگردد. سبحان الله. من با او گفتگو کردم، میدانید من حیران ماندم، من در شاک ماندم. این کس داعی است، این شخص است که به الله سبحانه و تعالی دعوت میکند. او میگوید لطفاً این حادثه را نقل کنید که نه تنها آدمان عادی هستند، اینها کسی نیستند، این داعیان را تاثیر رسانده ایستاده است، بعضی وقت عالمان را، بعضی وقت اهل علم را. این آدمان از این بیماری عذاب کشیده ایستادند. همین طور برادران و خواهران، من میدانم که شما خواهید گفتین از این هم بزرگتر است. بله این بزرگتر است. این بسیار عنصرهای مختلف را طلب میکند تا معامله شود. این مشکلی را تنها در اینجا حل کرده نمیشود. پهلوهای زیادی در آن وجود دارد. عنصرهای زیادی به این سوال موجود است. اما الله سبحانه و تعالی به ما آیت می‌دهد در قرآن. این ابتدا است برادران و خواهران. اگر ما به جنس مقابل نگاه را ندهیم، ما آن را به چیزی معنی شده ندهیم، آن نگاه به عقیده تبدیل نمی‌یابد. آن عقیده به خواهش تبدیل نخواهد یافت. آن خواهش به نقشه تبدیل نمی‌یابد. آن نقشه به عمل تبدیل نمی‌گردد. همین طور الله سبحانه و تعالی در آیت 30 سوره نور به ما می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ان الله خبیر بما یصنعون. بگو با مردان مؤمن که آنها نگاهشان را پایین بیاورند و شرمگاهشان را حفظ کنند. این برایشان پاکیزه تر است. البته الله به کارهایی که انجام می‌دهند آگاه است. برادران و خواهران، این ابتدا است. نگاهشان را پایین بیاورند. این مشکل است، بله این مبارزه است، بله طوری که من در اول گفته بودم در آنجا دو گروه گوناگونند. یک گروه این گروه است که اصلا میگوید فراموش کنین را، من کارم رو دوام دادن میگیرم، من اویدین هیچ کار کردن نمیتونم، من حتی توبه کردن نمیخواهم. و گروه دیگر این گروه است که میگوید استغفر الله، او پیوسته مبارزه میبرد، پیوسته روزه میدارد، پیوسته صدقه میدهد، پیوسته بر ضد این خواهش مبارزه میبرد. ان شاء الله اینها از جمله موفقان خواهند بود. برادران و خواهران، این برادر شما جبرائیل الرومانی است برای The Daily Reminder. سلام و رحمت الله و برکتش بر شما باد.